آمده‌ای، به دهن قند سخن آمده‌ای، به زمین نی، به هوا نی، به کجا؟ سرسری دیده من آمده‌ای. اینقدر جامه تو را زیب دهد، بر رخت عکس رخی سیب دهد. به نظرم قدمت گلبیز است، به بغل باغ و چمن آمده‌ای. جامه تازه مبارک باشد، حسن شیرازه مبارک باشد. رهی پر نور در آن می تابد، زیره نورفکن آمده‌ای. به همین جامه دیگر بند میان، جامه را دار نگاه و مدران. سری هر رشته و کوکش بخت است، بخت در بر به وطن آمده‌ای. تیرمه رنگ بهاران بگرفت، زندگی از سری نو جان بگرفت. آب جو صاف شد از خونابه، مرهمی دیده من آمده‌ای. جامه صلح به تن آمده‌ای، به دهن قند سخن آمده‌ای. به زمین نی، به هوا نی، به کجا؟ سرسری دیده من آمده‌ای. استاد گلخسار دو بیتی ها بگو خورشید رو، بگو خورشید را با مه ندیدی؟ شکوه کوه را با که ندیدی؟ تو که در آمدی تو من پیاده، جوانی مرا در ره ندیدی؟ از آن زیبا و زیبا بینم امروز، از آن زیبا و زیبا بینم امروز، از آن گل پرور و گلچینم امروز. که شاید بعد عمر انتظاری، که ماند یاد دورانی امروز. از استاد اینو میدونی؟ بله. تنی خونید بچم. ای مانده قدم بر راه مکتب، عالیست مقام و جاه مکتب. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. برخیز و گذار خواب خود را، برگیر به کف کتاب خود را. رفت از همه بیشتر به مکتب، شفق از تو را اگر به مکتب. سعی بنو علم و آداب، تا در دو شریک خیش دریاب. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. معرف فوتنی را میدونید دکتر جان. از استاد لاهوتی، از ابوالقاسم لاهوتی، از ابوالقاسم لاهوتی، از میرزا ترسون زاده، از میرزا ترسون زاده شعر تا توانی دوست. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. دوست را از دوست جان فرق کن، دوستی پیوندی جان را گم مکن. اما مبارکیون را میدونی. اثرهای نثری، پویست، رمان از در کرامت الله میرزا در آرزوی پدر، تیرمار، پویست از جلال اکرامی. باز چی خوندی؟ خیر، در آرزوی پدر همین سرنوشتی مشرفه و شهنازه را کنی شرطه؟ مشرفه کی بود؟ شهنازه کی بود؟ شهنازه وی دومش بود و وی شهنازه وی بود و مشرف یکمش. مادری کودکوی؟ مادر کودکوی نازمی. کی بود فرزندان نظامی چی نام داشت؟ میشگانه و کلانشی بود؟
مهرو مهربان وای وقتی که پدرش رو نمیدید پدرش نوبتدار بود وای زود کسل میشد چون که فقط پدر وای رو خوب میکرد وای بسیار پدر رو دوست میداشت که شد من دختر جون همین با شاهنازه نازمی چی خیلی بخورد شناس شد و وقتی که پسری مهربان کسل شده بود وای گفت که روم که وای دختر رو دید که دو کوکلی زیبا بافته بود چشمانش خشرو بود و وای به نزدیک دید که وای خشرو است و با وای توی کرد عاقبت سرنوشت همین شاهنازه با چی انجامید در آخر چی شد بعد در با آخر شاهنازه ایستاد و با مشرفه ایستاد نازمی وای با مشرف ایستاد با مشرف ایستاد خای دختری خشم از اثرهای استاد این یگون چی خوندی پویستی مکتبی کهنه است آدینه مکتبی است کهنه. یتیم است ها؟ مکتبی مکتبی کهنه همین یک به خاطر بیار آیا همون مکتبی کهنه ای که استاد عینی تحصیل کرده است و مکتبی که امروز شما تحصیل میکنید بله یگان خصوصیت های فرق کننده دارد بله مکتبی آنها بسیار طلبه داشت و در وقتی که مکتبی بچگانه بسیار داشت و وقتی که 4 ساله 4 ماه و 4 روزه بود به مکتب فرستاد لیلی ولی مادرش دلش میسوخت از مکتب گرفت بعد وای خیلی کلان شد و باز ماندن پدر باز در سخن کلوچه به نزد آنها رفت نیمش را پدرش خورد و نیمش را معلمش شد خورد دختر جان همین مکتب چند در داشت دو در یک دو در درش داشت یک درش مدرامدی و یک در دیگرش از وای و در دیگر نسبت به این درش با خردتر ها بله خردتر بود، ها؟ در آنجا باز چوب های خیلی کلان بود و صدرالدین خیلی میترسید که وای را هم زنه برای همین شکنجه دادن طالب علمان در همین مکتبی کهنه یک طرز بسیار یک اصول بسیار هم سختی شکنجه دادن بود او رو چی میگفتن وقتی که در آنجا ایستاده بود در کنج با وای میزد بعد پدر از آن مکتب گرفت و به مکتبی دخترانه بود سلام کدام داستان را خوندی غفار میرزا غفار میرزا داستک داستک خوش باز باقی رحیمزاده خوش از باقی رحیمزاده علی جانی باداب و خیر همون جیز کنان ویز کنان زنبور پیش ما رفت دوامش جز کنان ویز کنان زنبور پیش ما رفت زنبور ویز کنان از آغازش بگو از سرشویش گم سر خرمش بود یا نبود بود گور بود پولیس نبود شد گور بود در یک زمین در یک زمان شوه خلایق مور بود موری کلون زور بود بد هیبت و خونخور بود یک روز هنگامی بهار زنبور رو فرمود مور در رفت برفت زردی مخل از بحری من چشنی بیار رفت نیزن در رنده رو چرنده رو پرنده رو یگون میسنش نپرتوفتی فرمانبرش زنبور بود انا خوش باز کدام داستان رو خوندی بچم علی جانی با آداب علی جانی با آداب کنی از باقی رحمزاده کنی علی جانی با آداب گوش بمانده مکن خوب بود نبود یک پلنگه بو یک رو بوی لنگه در یک پیشه جو داشتن با هم سو داشتن یک جو یک کار میکردن هر دو شکار میکردن با کدام داستان خوندی داستانی جان شیرین خای کنی جان شیرین اینقدر جنگم مکن اینقدر بیهوده دلتنگم مکن گشته گشته از سفر باز آمدم باز در نزدت به پرواز آمدم هر کجا که خوب کردم خیستم هر کجا که بود جای زیستم یگان روبایی گوید روبایی از خلق میشه مرحمت
ای خونه بر آمدم چشمون بنمای چشمون بنم است و دیلکم پر امامای مردمون نگن در دیلک چی علامای این دور مسافری گردو بیغمای لعنت به کسی که از وطن کنده شود افتاده به غریبی و به کس بنده شود چرخ فلک که افتاد به دو آید به وطن این مرده 100 ساله زنده شود. چوبک صندلوار این چی است؟ قصه است؟ حکایه است؟ حکایه. این از کی است؟ از عطا میرخواجه. اما از کدام افسانه؟ همون کتاب نام کتاب چی است؟ بچه های چوبک سوار. چوبک؟ چوبک صندلوار. ماهیره و الهام. اینجا وای است آزاد است و آزاده است نه؟ همین یک روی آزاده رو نامبر کنید. آزاده میخواست که فیزیک شود ولی مادر و پدرش روزی نمی شود. میگویند آخه تو بچه نیستی که دخترم باید این آزاد این کار را کنند تو باید نکنی و خیلی زیق شد. چرا وای فرض کردیم که مخصوصا فیزیک را انتخاب کردن؟ برای آنکه وی نقص میدید که چی سازد. او در صنف چندم میخون؟ در صنف یکم. در صنف یکم نه؟ در صنف دوم. چرا همون ام صنفانش رو میخندیدن؟ برای اونکه وی دختر بود و باید وی نمیساخت باید بچه ها میساخت ولی وی خودش معلم رو یک کار کرد که معلم به وی گفت که کنه سازد و وی وقتی که به خونه رفت چوب گرفت و مادر نمید. همین هدفش مقصدش حاصل شد در آخر؟ بله برای آنکه وی میشیست و گفت چوبک صندلوار یک صندل بیزن بالاترم ببرار بالاترم ببرار. اما معلم با او در آخر در انجام همینه که چی گفت؟ در آخر یعنی که وی و کار خودش رو کرد و ساخت به معلمه بود. در کدام وی کروژاک اشتراک کرد وی؟ در همین در ماهواره سازی. همین معاش حوال این چی است؟ از کی است؟ از کرامت الله میرزا. همین سید خوله نامی که بود؟ نام یک؟ از یک کمپیر بود. وی خودش در خانه چند سال شد و خودش تنها میزیست. میگفت من بیزار شدم از خانه بانی کلینوی من کی میآید که من همیشه به بیرون برایم که شدمون توفه رو کی با او آورد؟ شیرین ماه یعنی که یک معلم. از نام کی آورد؟ از نامی معلم نامش که بود؟ معلم نامش خب شد رحمت من چند لغت رو از خودت بپرسم. معنای بیم چی است؟ معنای چی؟ بیم شما قرائت کردید اولی که قرائت کردید تو بیم. خب کلمه جاهل. خب کلمه پیمان. پیمان یعنی که تو چی کردی همه جا را خب کردی وقتی که جنگ بودن خیلی. خب یک تا دیگر تبور. خیشمون همسایه همان تبور می شود. دختر جان سوالی که صدا به شما دادم فهمو بودن؟ بله. شما راضی هستی؟ بله. مایلش به شما موفقیت بروری کن. رحمتی. اگر بارانی رحمت فیض بخشد مرز دهقان را کتاب با شهد معنی سبز سازد گلشنی جان را فروغ نور خورشیدی صفای جان و تن باشد کتاب با شعله معنی نوازد روح انسان را. من 61 غزل 35 رباعی 2 داستان و 230 مصرع از داستانها 39 حکایه 2 آچر 2 رمان 7 پاوست و 1 قصه از بر نمودم. ما با آن روز رسیدیم که استقلال است. غزل از استاد دولت سفر. ما به آن روز رسیدیم که استقلال است ما همان منظره دیدیم که استقلال است در نفس غلغله کردیم فرهمندی را
چون دلی خشت تپیدم که استقلال است، دست افشانده و پا کفته در باغ امید، میوه صبر چشیدم که استقلال است. از درختی که بشور آمده در آغوش گرم، خشخشی برگ شنیدم که استقلال است. نیشکر گفته لپیدم به جان خاکی وطن، نی به محوره کشیدم که استقلال است. جامعه فخر و فرح در تنی ما پوشانده است، جامه کهنه دریدم که استقلال است. 100 قسم ای عشق خاک پای مادر بودمه. غزل از استاد خیراندیش. 100 قسم ای عشق خاکی پای مادر بودمه، گر خدا در شعر و در صنعت پیامبر بودمه. از سری منبر خسودانم اگر دور افکند، کاش ای اصلی سخن در پای منبر بودمه. میخماری میبرد هر دم به هر میخانه ام، کاش عمر از پی عرفان محمر بودمه. هم به مهر و هم به شعر و هم عزم و هم برس، کاش با فردوسی توسی برابر بودمه. گر معاش این است و حال این است و نقدی عمر این، کاش خیراندیش یک مردی کلندر بودمه. وطن جانه که در جان من و توست. غزل از استاد کمال نصرالله. وطن جانی که در جانی من و توست، وطن نانی که در خانی من و توست. وطن آینه آبی زلال است، وطن پاکی وجدانی من و توست. وطن یک پاره نوری الهی است، شب افروزی شبستانی من و توست. وطن عشق است عشق یاری جانی، وطن جانانه جانانی من و توست. وطن پیوسته پیکی راد مردی است، با پا ایستاده پیمانی من و توست. دلی او در دلی ما میزند دل، وطن در خون شریانی من و توست. وطن گفتم کم است ای جان وطن باش، وطن در شانه و شانی من و توست. یک نفس امکان من به تاجیکستان نیست. غزل از استاد یوسف جان احمدزاده. یک نفس امکانی من به تاجیکستان نیست. در تنی من جانی من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان نامی من پرورده شیرش کامی من، هم نمک هم نانی من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان کوهی من کوهی بلندش روحی من، قبله ایمانی من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان نبضی من خورش بهار سبزی من، ابری من بارانی من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان یادی من اجدادی من اولادی من، گوهری چشمانی من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان بختی من فرخونده تاج و تختی من، دولتی سامانی من به تاجیکستان نیست. تا توانی دوستان را گم مکن. غزل از استاد میرزا ترسونزاده. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. دوست را از دوست جانم فرق کن، دوستی پیوند جان را گم مکن. چشمه الهامی ما خلق است و بس، خلق مشهوری جهان را گم مکن. زینتی باغ از گلی خندان بود، مثل گل خندان لبان را گم مکن. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. خلق عالم دوست با ما گشته اند، وحدتی خلق جهان را گم مکن. جان مردان شرفمند وطن روی کف است. جان مردان شرفمندی وطن روی کف است. در رهی ننگی وطن مردنی مردان شرف است. وطنی من وطنی عشق و دیار، وطنی من وطنی شعر و سرودی ازلی است. وطنی من وطنی عشق و دیاری شرف است. هدف نیست که باشی و ندانی کی هستی، مرد را در رهی حق سینه کشادن هدف است. هدف آن نیست که تو قیمتی گوهر داری، هدف عمر برون رفتن تو از صدف است. سازمان نیست چو زوزوی یک سوزنک، سازی ما بانکی برازنده طبل است و دف است. هر آن لحظه که با دل بودیم باقی عمر همه خواب و خیالی تلف است. همون کلمه ها رو درست دف هست، این فعل با اون طرف میره. دف است گویم اگر
وازم وایران میشد منش اساتیم لوزغا چی خوندید؟ ایکویا انا همینجا سرگذشتی میرزا دیکک هست انا که در این باره گپ زنید پدرم گفته بود که من بعد از 40 روز پس از تاشکند برمیگردم. اینک 40 روز شد اما ازور درک نبود. ما هر صبح راهی وی را میپاییدیم. روزی 43 بود 44 بود که ما از تپه فرو آمدیم. دماغمان سوخته بود و میخواستیم که به خانه برگردیم. وقتی که به خانه برمیگشتیم پدرم از پشت تپه ناعیان شده بود. گفت دادا چی آورده؟ گفت در خانه نشان میدیم. بعد در خانه ما به خانه رفتیم. گفت دادا سوغاتی چی آورده؟ گفت قند آوردم. گفت صابر گفت پدر گفتید که یک چیزی غلطی می آورم. اما اون چیز چی بود؟ صابر پرسید پدر نام این چی است؟ گفت نامش را نپرسیدم. بعد صابر گفت ما نام این را میرزا دیکک میمونیم. همه خندیدند. آها یعنی که پدر با بچه ها چی آورد؟ یک سوغاتی سوغاتی آورد میرزا دیکک. چی گفتید؟ اینو کیا بودن نکنم اون پسرانی پدر کیا بودن؟ صابر برادرش عزیز خان باز کی؟ برادر خوردی مختار بودن. عزیز در کجا بود؟ عزیز؟ همراهشان از تاشکند آمد یا نه آمده نه؟ نه. اینجا یک چیز دیگر هست. ببینید دوستانی نو، یعنی اول بزواد بعد دوستانی نو. همین کیا بودن که دوستانی نوی همین صابر؟ سریوژا ماشا تو تماشا. نه دیدید اینا دوستانی نو بودن. چی گفتید؟ وقتی که صابر باز از تاشکند گشتا با دیها آمدن همون سریوژا چی داد با صابر؟ سریوژا کتابی صورتدار گرفت و بسیار خرسند شد. از همون دوستانش بسیار خرسند شد. باز کدام قصه را خوندید؟ повести ривояти сухди, повести боғи бобом ошки стора чашм, повести باغی امید. боғи умед. از کی از باغی امید؟ боғи умед аз маъруф бобоҷон. مکتب کنه را خوندید؟ این در اینجا نوشته گید. бале. انمی صدرالدین در چند سالگی به مکتب می رود؟ در 4 سالگی به مکتب می رود. از بس که خیلی خورد بود دلی مادر و پدرش به او می سوخت و وی را از مکتب گرفتند. بعد در سن 6 سالگیش به مکتب رفت. و مادرش چی گفت؟ گفت پسرم تو را ما در سن 4 سالگیت به مکتب بردیم اما تو از بس که خیلی خورد بودی مکتب را به کلا نگرفتی، گریه کردی، دلی ما بس تو سوخت و از مکتب گرفتیم. صدرالدین عینی پیش خود مقصد گذاشت که من حتی می روم از آنها هم زیاد می شوم. اما وقتی که صابر به مکتب می رود در مکتب شرایط نبود، در و تیرزن نداشتم. صدرالدین آخه صابر این نکن از صبح جوانی ما صدرالدین از مکتبی کنه همیخن؟ بله. آخری انا همین حکایت با چی تمام می شود؟ آنجا در مکتبی بچگانه بود و پدرش میپرسید این چی است؟ این ابجد را میپرسید، میگفت این چی است؟ این چی است؟ اما من بس سوالی پدرم جواب دادن نتوانستم. پدرم از درس دادن مکتبدار خوشش نیامد و مرا از مکتبی بچگانه به مکتبی دخترانه برد. آنجا معلم خلیفه بود. در مکتب بچگانه چی مکتبدار نان را میگرفت و میده کرده به طرف بچه ها میپرتافت و بچه ها برای نان ریزه جنگ میشدن. نه که در مکتب دخترانه این خیلی نبود. آنها معلم خلیفه آنها را به دختران تقسیم کرده، نه جنگ میشدن نه هیچی.
یعنی سببی از مکتب پسرانه و مکتب دخترانه بردنی استاد عینی در چی بود است؟ در یکون خصوصیت فرق کننده داشت مکتب بچگان از مکتب دخترانه. ای خودش میگوید که چی فرق داشت؟ بله فرق داشت. در مکتب دخترانه هم میزدن با چوب‌های دراز. نه چیکار میکردن؟ فقط میفهموندم. چی میفهموندن؟ چی میگفتن که اگر چیزی را از بر نآموزم چی معلم خلیفه با آنها چی با سخن خوب میگوید که دیگر خیلی مالی بچه نه خیلی کم خونده ای از بود درک داری کم کم مرگ سودخور را خوندگی میگفته؟ بله مرگ سودخور همین سبب قاری اشکنبه نام گرفتن اسمت در چی بود؟ و از بس که خیلی بسیار میخورد شکمش کلان بود برای همان قاری شکنبه میگفتن. چه خیلی تصویر کرده است استاد عینی سیمای همین قاری اسمت رو؟ شکمی کلان داشت گردنی کلان داشت نمیفهمید که گردنش کجاست شکمش کجاست و کلای کلان داشت و سرش کل بود موه نداشت. هم بحثی اولی قاری اسمت با سرتراش با سرتراش خانه رفت میگفت که سری من کمبغلم سری من موی ندارد برای همان پول نمیدیم. کدام داستان ها خوندی بچم؟ داستان جان شیرین سیاه هند از میرزا ترسونزاده. از میرزا ترسونزاده؟ هر دوش از میرزا ترسونزاده. های کنی یک آغازش کن سیاه هند. کودکی میگشت با قوطی خود در خیابانی لبی بحری کبود میتوانستی که از چشمای او پیبری از مقصدی پنهانی او میدوید او هر طرف با جستجو سوی هر یک رهگذر آورده روی آگهی میداد سیمای پسر که آمد است اینجا وی از ملک دیگر او نریزانده از خونی ناف خود در خیابانی لبی بحری کبود گشت معلومم که افغان بچه است ساده و گمراه و نادان بچه است گشت معلومم که مهمان آمده است مهمان از ملک افغان آمده است گفتم ای سیاه هندی کابلی کودکی خوردی و در حکم گلی جسم خوردت را با پشت هند کش که هوا داد از چی میگردی شو در برجانی را میدونی گشته از سفر باز آمدم باز در نزدت به پرواز آمدم هر کجا که خواب کردم خیستم هر کجای بود جای زیستم این دلی من منزلی یادی تو بود یادی روی حسن آبادی تو بود شود اکبر جان از وطن گپ سر کنی در میگریفت گر به مثلی خیزومی تر میگریفت بیشتر خاموش گرچه می نشست گرچه کمتر سوی نان می بردش دیگران جان گرچه او می کرگوش می کشی آن گرچه تنباکو هموش لیک چشمانش شرر می ریختن خونی حسرت از جگر می ریختن پیچتابش مثل موجی آب بود آبهای ناهای پنجاب بود. مایدو بچه جون اکبر جون شما در اینجا او چرکی استاد عینی قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک را آوردید؟ بله همین قهرمان تیمور ملیک با مقابل کی مبارزه برده است؟ چینگیزیان. خوش وقتی که کشته شد از کیسه او گفتید یک کف خاکی وطن و یک کاغذ در یک کاغذ چی نوشته شده بود در کاغذ؟ آن که مرده من به دستت رسد اگر وطن دوست باشی مهنت دوست باشی مرا با یک کف خاکی وطن گران. چند لغت رو میپرسم اون لغت رو مشکل فهم نیستن. خب معنای فروغ شوله خب معنای انیس همین روایت خودی رو پرا خوندید پدر ویرکن کی بود نامش؟ پدر ویرکن؟ ربخشی خب اما ننه منچه کی بود؟ ننه منچه یک دخترک بود و چیکار میکردم؟ با مادرش چیکار میکردن اونا؟ لباسشویی میکردن با مادرش. همون لباسشویی همون دختر ننه منچه با همون پدر ویرکن معقول بود یا نبود؟ معقول نبود. چرا؟ برای آنکه
و این نمیخواست که ویرکان ننیمانچه رو گیره. بعد در انجام در آخر معقول شد یا نه؟ در آخر ویرکان میمرد. اما ویرکان با کی نبرد میکرد و گشتین همون در وقت مبارزه گشتین که میگرفتن در همون میدان نامش که بود؟ نامش؟ انا اکبر جان سوالایی که دادم به شما فهمو بود؟ بله. شما راضی هستید؟ بله. ماهرش به شما موفقیت بروری کرد. خب